الله الرحمن الرحیم. درس 12. گذر سیاوش از آتش. چنین گفت موبد به شاه جهان، که درد سپهبد نماند نهان. موبد یعنی پیشوای زرتشتی، روحانی زرتشتی، و مشاور شاه به او چنین گفت که درد و اندوه این قضیه پنهان کردنی نیست. سپهبد یعنی فرمانده سپاه. جهان مجاز از مردم جهانه. جهان و نهان جناس داره. درد مجاز از اندوهه. چو خواهی که پیدا کنی گفتگوی، بباید زدن سنگ بر سبوی. اگه حقیقت رو میخوای دریابی، باید اونها رو آزمایش کنی، بیازمایی. سبو یعنی کوزه. سنگ بر سبو زدن کنایه از سنجیدن و آزمودنه. که هرچند فرزند هست ارجمند، دل شاه از اندیشه یابد گزند. هرچند که فرزند برای انسان عزیز و گرامیه، ولی اندیشن به این موضوع باعث آشفته حالی شاه میشه. دل در اینجا مجاز از وجود شاه هسته، خود شاه هسته. چنین گفت سوگند چرخ بلند، که بر بیگناهان نیاید گزند. رسم آیین دیرینه این بوده که عبور از آتش برای بیگناهان بیزیان هستش، که اعتقاد داشتن که آتش به بیگناهان آسیبی نمیرساند. گزند یعنی آسیب. چرخ در اینجا استعاره از آسمان هستش. سوگند چرخ تشخیص داریم، بر تشخیصی هم استعاره است. سرانجام گفت ایمن هست هر دوی آنها منظورش سیاوش و سودابه هستش. نگردد مرا دل نه روشن روان. در نهایت شاه گفت از هیچ کدام شما آسوده خاطر نیستم. یعنی مفهوم کلیش اینه که بیگناهی هیچ کدومتون برای من اثبات نشده است. بین دل و روان تناسب داریم. دل و روان روشن گشتن کنایه از آسوده خاطر شدنه. سیاوش چنین گفت که ای شهریار، که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار. سیاوش به کیکاووس گفت شدت این تهمت از آتش جهنم هم سوزانده تره. خوار یعنی کوچک. دوزخ به معنای جهنم هسته. اگر کوه آتش بود بسپرم، یعنی عبور کنم از این تنگ خار است اگر بگذرم. اگر کوهی از آتش باشد من از اون عبور میکنم و به علت بیگناهی هم این کار برای من آسان است. تنگ یعنی جای باری. که از این دو یکی گر شود نابکار، از آن پس که خواند مرا شهریار. که در اینجا معنی چه کسی؟ اگر یکی از این دو، سیاوش و سودابه، گناهکار درآیند، بعد از اون کسی من رو پادشاه نمیداند. یعنی که پادشاه اعتبار خودش رو از دست میده. همان به که از این زشت کردار، دل بشویم کنم چاره دلگشا. بهتر است دلم را از این کردار زشت آسوده کنم و چاره دلگشا بیابم. دل شکستن کنایه از برطرف کردن. به دستور فرمود تا ساربان، هیون آورد از دشت کاروان. پادشاه به وزیرش دستور داد تا به ساربان بگویند تا 100 کاروان شتر، که شتر هیون یعنی شتر قوی هیکل، تا شتر قوی هیکل از دشت و هیزمی بیارن. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شمع آورد به روز. 200 یعنی 200 مرد برای روشن کردن آتش آمدند. پس از بلند شدن دود اولیه، روز مانند شب سیاه شد. نخستین دمیدند سیاه شد ز دود، زبانه برآمد پس از دود زود. ابتدا پس از روشن کردن هوا بسیار دود اومد بالا و هوا تاریک شد، و پس از آن که
هیزم ها روشن شدن، هوا دیگه روشن شد. سراسر همه دشت بریان شدند، بر آن چهره خندانش گریان شدند. از شدت آتش چهره مردمان حاضر در صحرا سرخ شده بود و بر چهره همیشه خندان سیاوش گریه میکردند. بریان مجاز از ناراحته، تضاد بین گریان و خندان تضاد داره. دشت مجاز از مردم دشت. یکی تازی برنشسته سیاه، همی خاک نعلش برآمد به ما. سیاوش برای یک اسب سیاه نشست و با حرکت سریع سیاوش گرد و خاک بلند شد. تازی اسبی از نژاد عربی هستش. تازی در اینجا مجاز از اسبه. اغراق داریم، خاک به ماه رسیدن. بچه ها اغراقه. خاک به ماه برآمدند، کنایه از اینکه یه حرکت سریع بوده و با حرکت سریعش گرد و خاک بلند شده. بین تازی و نعل آرای تناسب رو داریم. بدانگه که شد پیش کاووس باز، فرو آمد از باره برد پیشش نماز. هنگامی که به نزد کیکاووس رفت، از اسب پیاده شد. سیاوش میگه و به او احترام گذاشت. نماز بردن یعنی تعظیم کردن و احترام گذاشتن. سر پر ز شرم و بهایی مراست، اگر بی گناهم رهایی مراست. اگر میگه من سراسر شرم و حیا هستم، اگر بی گناه باشم بدون شک آسیبی به من نخواهد رسید. سر مجاز از وجوده. رهایی و بهایی جناس داریم. وریدون که زین کار هستم گناه، و اگرچه گناهکار باشم جهان آفرینم ندارد نگاه. خداوند مرا سالم نخواهد گذاشت. ایدون یعنی این چنین. جهان آفرین کنایه از خداونده. میم در جهان آفرینم نقشش مفعوله. به نیروی یزدان نیکی دهش، که از این کوه آتش نیابم تپش. تپش یعنی اضطراب ناشی از گرمی. کوه آتش اغراق داریم. کوه آتش میشونه اضافه تشبیه هم باشه. بیاری خداوند که بخشنده نیکی هاست، از این آتش عظیم آسیبی نخواهم دید. که او را بدیدند برخاست او یعنی فرمان، یعنی مردم حاضر در دشت وقتی دیدن سیاوش سالم از آتش عبور کرد، که آمد ز آتش برون شاه نو. شاه نو مجاز از سیاوش. چنان آمد اسب و قبای سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. سیاوش از آتش چنان سعی و سالم بیرون آمد که تصور میکردی که در گلستان بوده. قبا نوعی پیراهنه. سمن نوعی درخت گله یا گل یاسمن که بخشایش پاک یزدان بود. دم آتش و آب یکسان بود. وقتی رحمت و بخشایش خداوند در میان باشه، تأثیر آتش و آب یکسان خواهد. دم مجاز است. دم یعنی چی؟ گرما. آتش و آب آرای متضاد رو داریم. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. مردم به یکدیگر مژده و شادباش میگفتند، زیرا خداوند بار دیگر بر بیگناهی رحم کرد. همین کند سودابه از خشم مو، همی ریخت آب و همی خست روی. سودابه از شدت عصبانی موهایش را میکند و گریه میکرد و صورت خودش رو چنگ میزد. سیاوش را تنگ در بر گرفت، کردار بد پوزش اندر گرفت. بالای خستن یعنی زخمی کردن. موی و روی جناس داریم.
آب مجاز از اشکه. روی خستن که نه از غمگین عصبانی شدن. کیکاووس بیت بعد کیکاووس سیاوش رو محکم بغل کرد و از تهمت و گمان بدی که نسبت بود داشت پوزش خواست. پوزش یعنی عذرخواهی کردن. بر یعنی آغوش. تنگ در اینجا یعنی محکم. بر رو در شناس داریم. قلمرو زبانی اومده شیوه بلاغی رو توضیح داده. ببین در زبان فارسی معیار نهاد در ابتدای جمله میاد، فعل هم در پایان و مواردی مثل مفعول و مسند متمم بین این دوتا قرار داره. ولی در شعرهای ادبی گاهی ممکنه در شعر و نثر گاهی ممکنه شاعر و نویسنده جایی ارکان رو با هم عوض کنه و موجب زیبایی کلام هم بشه. به همین شیوه بلاغی میگن. مواردی مثلا اول اومدن فعل نسبت به سایر، اول فعل بیاد، یا اینکه نهاد نسبت به سایر اجزا تأخر داشته باشه در آخر شعر یا نثر بیاد. مثلا من ایرانیم، آرمانم شهادت. فعل رو مقدم شمردیم یا نهاد رو آخر بیاریم، به خون گرکشی خاک من دشمن من. همینا رو با هم بهش میگیم شیوه بلاغ. قلمرو فکریش گفته که مفهوم مشترک رو بگی. خیلی سخت نیست. مثلا گفته ضربت گردون دون یعنی پست، آزادگان را خسته کرد، کو دل آزاده‌ای که از تیغ او مجروح نیست. مثلا با این بیت متن درس ارتباط داره. سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از این سان بود گردش روزگار. مفهوم مشترک ناسازگاری و ناملایماتی روزگار با آزادگان هستش. برای هر یک از زمینه‌های حماسی، قهرمانی، خرق عادت، ملی اصلا میتونیم با این بیت چنین گفت سوگند چرخ بلند که بر بیگناهان نیاید گزند. که گزندی به بیگناهان نمیرسه. خرق عادت بیامد 200 مرد آتش فروز دمیدند، گفتی شب آمد به روز. قهرمانی سیاوش سیه را به تندی بتاخت، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت.